بسیار خوشنود هستم که رمان خودم خیس رو با اداره روزنامه ختنون تقدیم کردم، چون که رمان خیس رو من تا سال استفاده نوشتم و در این روزنامه ختنون پیشتر ما در گزیت سابق ولایت روح لینی فعالیت داشتم و میدونم که این روزنامه خیلی روزنامه با نفوذ و تاریخ خیلی طولانی و برجسته دارد. یعنی طول 90 سال است که فعالیت میکنند این ژورنال، بارها نامش رو دیگر کرده است، لیکن همچون یک جریده بسیار مهمی مردمی باقی مانده است. و ایامی که ما در روزنامه روح لینی کار میکردیم، من به اداره همین روزنامه ولایتی می آمدم. اون زمان ها سویاری، پیرنکو ستوری، علی محمد مرادی، ابروی زاهی و دیگران فعالیت میکردن. ما خیلی با همراه اونها صحبت همکاری داشتیم. امروز روزنامه ختنون یکی از بهترین روزنامه‌های محلی است و با تعداد خیلی زیاد هم به نشر میرسد و اون نفرانی که در سالهای شوروی سابق شوروی ما کار میکردیم افتخارمندیم که امروز یک کالکتیو خیلی خوب در اینجا گرد اومدن، با آنها ایجادکارانه به هم روزنامه مناسبت دارم و این روزنامه امروز یک روزنامه دوست داشته مردمی شده است و باقی موفقیت به کارمندان و اهل ایجادی روزنامه ختنون. امروز فعالیت کارو در روزنامه ختنون چگونه دریافته؟ بسیار دریافتم که خیلی یک کدام قسمت روزنامه برای شما پسند آمد؟ برای من روزنامه شما همچون یک روزنامه هست که برابر اون که خبرها، مقاله و چرک‌های اجتماعی و صحیفه‌های خیلی خوب دارد، بخش ایجادیش برای من بسیار پسند آمد که در اینجا بهترین چکیدهای خامه‌ای اهل ایجادی ختنون در اینجا پیوسته به نشر میرسد و من دیدم که در صحیفه‌هایی که وابسته به ایجادکاران ولایت ختنون است در اینجا توجه خاصه ظاهر می شود و همین صحیفه‌هایی که به مثل برای زمان صحیفه استراحتی میگفتند امروز همین صحیفه از نو احیا گشتند و این بسیار خوب است، چون که روزنامه ختنون منبع ایجادکارانی بود و در اینجا یک زمره ایجادکاران فعالیت میکرد. امروز همین اقدام رو من امروز شما ادامه میدید، بسیار باعث سربلندی ما است.